سلام، امروز براتون یه دونه مودم اقتصادی آوردم، اما مشخصاتیه که توی مودم‌های پرچمدار استفاده میشه. اگه این مودم رو میخواید حتما ادامه ویدیو رو ببینید و بدونید که از اکتیورد میتونید چنین مودمایی رو تهیه بکنید. مودم‌های جی بی، مودم‌های فضای باز و مودم‌های رومیزی و سیم کارت‌های متفاوتی که مخصوص اینترنت پرسرعت و بصرفه هستن. با هم بریم بازش بکنیم. اول ببینیم چه مودمی داریم. ببینید مودمی که واسهتون آوردم مودم جوینتل و جوینتلی هستش که 5G ساپورت میکنه و اینکه TD-LTE هم ساپورت میکنه، 4G هم ساپورت میکنه و اینکه وای فای 6 خیلی خوبه. نکنید با این قیمت شما تمام این مشخصات رو نمیتونید داشته باشید و با CPU پرچمدار مدیاتک و این وای فای 6 بودنش خیلی برای من جذابه و مایمو 4x4 که داره اینم خود مودمه. ببینید یه وجب کمتره قد مودم، واقعا خیلی مودم جمع و جور و گوگلی مگولیه. بذاریدش روی میز دقیقاً چنین ظاهری روی میز شما داره، خیلی کوچیکه برعکس مودم‌های دیگه‌ای که قد بزرگ و ابعاد بزرگی دارن و وقتی میذارید خیلی تو چشم میشه. بعضی واقعا دوست دارن اونقدر مثلا مودمشون فضای دفترشون، فضای روی میزشون، حالا خونهشون اینا رو زیاد چیز نکنه، اشغال نکنه. خیلی جمع و جوره، واقعا پورت هایی که لازم داریم و بهمون میده. یه دونه لن میده، یه دونه ون میده. این دوتا همچون این کار روتر هم انجام میده که واقعا کسی که اینو میخره کار روتر رو نمیخواد ازش بکشه، چون سیم کارت میخوره و اینطور چیزا دیگه. ما اینو گرفتیم داخلش یه دونه سیم کارت بذاریم، اونم به صورت نانو سیم و دیگه از خود این اینترنت بگیم به عنوان روتر ازش استفاده نکنیم. داشتم میگفتم یه دونه دو تا لن داره، اون لن دومیه مشترکاً به عنوان ون هم استفاده میشه. اینم جای پاورشه. تموم شد. پشت همین. خیلی راحت، تمیز، پاکیزه و همین سادگی. این پایینش هم یه سری حفره‌هایی داریم میبینیم برای خنک کنندگی پردازنده این دستگاه. باز دوباره این قسمت هم جای تهویهشه ولی فن نداره، به صورت هیت سینک این کار رو انجام میده که به خوبی اون کارش انجام میده و مشکلی توی سرعت شما به وجود نمیاد. اپراتورش هم که حالا اینو گرفتن 2 و 5G داره، 4G اینجا چراغش هست و چراغ وای فای و چراغ خاموش روشنش که هم این WPS هم که باز زیاد کاربردی برای ما نداره. این بهتون بگم که چرا وای فای چراغش رو گذاشته. شاید یکی اینو بخواد باز وصل کنه به یه روتر دیگه، مثل روترهای گوگل، روترهای شیائومی که روش OpenWRT ریخته شده و VPN میزنن روش، مثلا میخواد به اون وصل بکنه، از وای فای این استفاده نکنه. پیشنهاد منم اینه وقتی اگر مودمتون رو وصل میکنید به روتر، وای فای خود مودمتون رو خاموش بکنید که اختلال رو هم نندازن و کلا شاید اون امواج وای فای تعدادش زیاد باشه تو محیطی که هستید یه سری تأثیرایی روی بدن شما داشته باشه، ولی هیچ جا خب ثابت نشده، منم زیاد بهش اعتقادی ندارم، ولی خب کلا نباشه بهتر، اختلالی حداقل روی روتر نمیندازه. حالا داشتم بهتون میگفتم خیلی ظاهر جذابی داره و این مدیاتک بودنش، برند پردازنده‌ای که داره مطرح هستش 7 نانومتریه و اینکه وای فای 6 داره، مایمو 4، میتونه برد خیلی زیادی داشته باشه. با اینکه خیلی سایز کوچیکی داره، میگم باز میتونه یه برد زیادی و یه مساحت زیادی از خونه و دفتر شما رو پوشش بده و اصلا به خاطر این تکنولوژی بالایی که داره اصلا نگران آنتن دهیش نباشید. اگرم میخواید بازم بیشتر باشه، گفتم یه بهش یه روتر وصل میکنید و هی پهنای باندش رو، یعنی اون پوششی که داره رو بیشتر میکنید. دکمه خاموش روشنش هم زیرش قرار دادن که خیلی مینیمال تر بشه باز دوباره این دستگاه و یه دکمه ریست داره. اینجا من پورت سیم کارتش رو، حالا اگه فوکوس بشه روی اینجا یه دونه سیم کارت نانو سیم قرار میدیم داخلش. اینجا یه دونه تایپ سی داره. این تایپ سی که اینجا قرار دادن خیلی کاربرد خاصی نداره، چون اصلا ما وقتی اینو بذاریم اینجا نمیتونیم تایپ سی داخلش، صرفا برای کارهای مثل فرمور نصب کردن، آپدیت کردن و خیلی چیزا دیگه اصلا به درد ما نمیخوره و تسته. بازم از این میتونید شما اینترنت بگیرید، به این پاور بزنید و هر چیز دیگه، ولی صرفا برای کارهای دیولپراست و اینطور چیزا زیاد استفاده نداره. خب خلاصه اینو میبندید، سیم کارت رو میذارید و وصل میکنید، روشن میشه. اینجا حالا میخوام ببینیم که چطوری وارد پنلش بشیم. برامون نوشته میگه 192
168.70.1 یوزر پسورد پنل ادمینش هم نوشته و همین شما واردش میشید. اونجا دیگه میرید داخل پنلش که با همین کار میکنیم تو ادامه ویدیو و میریم پنل رو با هم بررسی میکنیم، ببینیم چطوری اسم وای فای عوض کنیم، چطوری بریم سمت اون پنل سوپر ادمینش و قفل دکلواندش، چون اینا آنلاک شده است. خودتون حالا کد آنلاکش رو میتونید از اکتیو نت بگیرید یا به صورت آنلاک شده آماده تحویل بگیرید. تا اینجای کار دیدیم که خیلی مودم خوبیه و اینو میتونید از اکتیو نت به راحتی توی سایتشون سرچ بکنید، جوینتلو، و اسم مودم جوینتل هستش و راحت پیداش بکنید، خریدارش بکنید. تو کپشن براتون لینکش رو گذاشتم. بریم با هم دیگه پنلش رو بررسی بکنیم. خب حالا بریم سراغ پنل این مودم. تو اینجا وقتی که شما آنلاکش میکنید دیگه باید با یوزرنیم پسورد ادمین بعد کانف بیاید، یعنی سی بزرگ ONF، اینطوری وارد پنل سوپر ادمینش میشه. تو اینجا که وارد میشه تو صفحه اول این روتر مودم اینجا بهتون میگه که حالا اون سیگنال دریافت کرده از چه اپراتوری گرفته. حالا چون این چیزی که من گرفتم الان رایتله و رایتل هم حالا اینجا با روی رومینگ بود چنین چیزی رو نوشته بود. اینجا خود دیوایس رو نوشته، اینجا هم گفته که وای فای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتزش وصل هست یا نه و مقدار RSRP و مقدار سیگنالش رو اینجا بهمون توضیح داده. میریم تو قسمت پنل تب بعدی نتورک. تو اینجا اپریشن مود رو داریم. ما از اولش بخوام شروع بکنم، اینجا شما میتونید از این مودم توی چند حالت استفاده کنید. هم بریج مود داره، هم اترنت روتر داره، وایرلس برودبند و لند روتر مود. اینا بهتون توضیح اتوماتیکش که خودش تشخیص میده که الان توی چه حالتی باشه. یعنی شما سیم کارت داخلش بندازید، یه دونم از اون ور بهش کابل لند بدید که حالا با فیبر نوری بهش اینترنت رو رسونده باشید، خودش تصمیم میگیره که کدوم فیل اوور باشه. اول از فیبر نوری شما استفاده میکنه اینترنتش، هر موقع اینترنت و فیبر نوریتون قطع شد خودش اتوماتیک میره روی حالت سیم کارت. تو قسمت بریج مود اگه شما اینو روشن بکنید صرفا فقط میشه یک کابل خالی، یعنی از سیم کارت شما رو که داخلش انداختید از دکلا اینترنت رو میگیره و با کابل لند انتقال میده به روتری که بهش وصل کردید. اونجا حالا تنظیمات فایروال یا هر تنظیمات DNS و هر چیز دیگه که DHCP و اینطور چیزا رو اونجا براتون انجام میده. تو قسمت اینترنت روتر مود تو این قسمت فقط نقشه روتر رو بازی میکنه، یعنی شما باید با کابل ونی که پشتش هست بهش اینترنت برسونید، با کابل لنش و وای فایش خروجی بگیرید ازش و از فایروال و تنظیمات داخل این مودم استفاده بکنید. تو قسمت وایرلس برودبند مودم فقط یه نقش ریپیتر رو براتون بازی میکنه، با وایرلس اینترنت رو میگیره، با وایرلس هم اینترنت رو براتون پخش میکنه و همینطور مشابهش به صورت لند. تو قسمت ون که میریم ما تو اینجا ون DHCP مون رو داریم که به هر کسی که میخواد بهش وصل بشه توی این لنش یه دونه IP رزرو شده بهش میده. به این اعداد دست نزنید. این بعضی از اپراتورها تو کشور دیگه حالا مثلا هم اینترنت خودشون اینترنت عادی رو با این حالت سیم کارتی بهشون میدن، هم وایس میدن، هم اینترنت تلویزیونشون رو میدن و IPTV تور و برای هر کدومش مثلا یه ویلن آیدی مختلف داره. این MTU هم اینجا دست نزنید، 1500 بذارید بمونه، اگه تغییرش بدید سرعتتون کم میشه. تو قسمت APN که وارد میکنیم اونجا مثلا شاید بتونیم بذاریم روی 1480 که یکم تاثیر مثبت داشته باشه، ولی کلا دست نزنید بهتره. تو قسمت لند ما اینجا میایم مشخص میکنیم که آدرس این مودممون چی باشه، 192.168.70.1. اینو چرا باید اصلا تغییرش بدیم؟ اگه دو تا روتر و مودم مختلف رو با هم وصل کردیم، این دوتا آیپی پنلشون یکی باشه، مشکل به وجود میاد. یکیشو باید تغییر بدیم. از اینجا میتونیم تغییر بدیم، مثلا یکیشو بذاریم یکش بکنیم و یکی مثلا 2-1 بکنیم، دست خودمون. تو اینجا DHCP لیست تایم، اینجا رزرو آی پی هایی که انجام میده برای دستگاه شما هر کدوم یه تایمی داره. مثلا میگه اگه 12 ساعت دستگاهتون به این مودم وصل نبود، اون آی پیشو بسوزون و بده به یکی دیگه. حالا مثلا شما این ساعتش رو میتونید مقدارش رو برید بالاتر که دفعه بعدی که دستگاه رو وصل میکنید اون آی پی هنوز رزروش باشه و سریعتر بهش وصل بشه. اگر میخواید خیلی دیگه حالا اون رزرو شدنه خیلی دائمی باشه، میاد تو این قسمت IP and MAC address binding، تو اینجا خودتون براش
برای اون دستگاهی که میخواید، مثلا این دستگاه هم مک هم آی پی آدرسی که بهش میخواید بدین و رزرو میکنید. از این قابلیت میشه مثلا برای اندروید تیوی ها استفاده کرد، یا دوربینای نظارتی که به صورت وای فای وصل میشه به مودم شما که اینا هیچ وقت نباید قطع بشن و مثلا اون اندروید تیوی بعضی وقتا گیج میزنن. براشون یه آی پی تعریف میکنه، میگه دیگه این آی پی توه برای وصل شدن به مودم من، دیگه از این به بعد گیج نمیزنن و سریع وصل میشن. تو قسمت WLAN مود که میریم، تو اینجا ما میتونیم وای فایمون رو اسمش رو عوض بکنیم، پسورد براش بذاریم، اسمش رو مخفی بکنیم، یا اصلا این دوتا وای فای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز رو با هم یکی بکنیم که به صورت اسمارت خود دستگاهمون وصل بشه. ولی این گزینه رو بعضیا نباید روشن بکنن. این قسمت دوال بند اسمارتر کانکتی که هست، کسایی که دستگاهی دارن که قدیمیه، بعضی وقتا وقتی که این رو روشن میکنید اونا نمیتونن تشخیص بدن که به 2.4 گیگاهرتز این حالت وصل بشن یا 5 گیگاهرتز. این میتونه روشن بذاره. اگه یکیش بکنید فقط یه اسم واحد وای فای دارید که هم 2.4 گیگاهرتز هم 5 گیگاهرتز. دور که بشید ازش به 2.4 گیگاهرتز وصل میشه، نزدیک باشید به 5 گیگاهرتز. و اینجا میتونید اسم وای فای عوض بکنید. اینجا حتما بهتون توصیه میکنم قوی ترین حالت پسورد رو بذارید، WPA3 رو بذارید. ولی اینجا باز ممکنه یه مشکلی پیش بیاد. بعضی از دستگاه قدیمی رمزنگاری جدید رو نمیشناسن. اینجا میتونید بیاریدش پایین‌تر و اینجا مثلا رو 5 گیگاهرتز و 2.4 گیگاهرتز رو جدا کرده براتون، اسم رو میتونید تغییر بدید. گست نتورک دارید، مثلا همسایه به صورت مهمون کسی براتون میاد، دیگه لازم نیست پسورد وای فای اصلیتون رو بدید. اینجا یه حالت مهمان تور درست میکنید و میتونن به اون وصل بشن. خوبیش اینه که دیگه اگر پرینتر رو نمیدونم دوربینی که نظارتی هست یا دستگاه دیگه که به این وای فای شما هستن وصل هستن به وای فای اصلیتون، دیگه اون مهمانی که وارد شده دیگه نمیتونه اینا رو ببینه و خب از لحاظ امنیتی بهتره. تو WPS رو حتما خاموش بکنید. این خیلی از کسایی که حالا هک میشن از این قسمت هک میشن. تو قسمت ادوانس شما بیاید اینو از روی حالت اماراتش بردارید، بیاید بذارید روی ایران که تعداد باندای بیشتر، کانالای بیشتری رو ساپورت بکنه وای فایتون. قدرت پخش سیگنالش هم قوی تر میشه. فقط یه سری استاندارداست، اینو حتما بذارید روی ایران. تو قسمت WLAN استرنجش اینجایی که گذاشته بذارید حتما های باشه. AP ایزولیشنش هم بذارید روی حالت همون دیسیبل. اینو که روشن بکنید هیچ دستگاهی دیگه اون دستگاه دیگر رو روی وای فای نمیتونه ببینه. مثلا اگر بخواید برای کسی از طریق گوشیتون روی شبکه لوکالی که دارید با وای فای اپلیکیشن مثلا زاپیا، شیریت یا هر چیز دیگه ای نمیتونید بفرستید، یا به دوربین مداربستتون با اپلیکیشنی که داره نمیتونید وصل بشید. WMMش هم حتما روشن باشه. این مدیریت محتوا یا همون QoS هستش که برای دستگاه مختلف اعمال میکنه. مثلا یه دستگاهی داره ویدیو میبینه، اینو اولویت میده به کسی که داره وب پیج بروزر داره مرور میکنه. این حتما روشن باشه. میریم از این قسمت توی بخش تولکیت. اینجا یه سری ابزارهایی حالا مفید داره. تو قسمت پرنتال کنترل شما میتونید یه سری دستگاه ها رو بگید که از یه ساعتی تا یه ساعتی فقط وصل باشن توی روزهای مشخصی که خودتون براشون در نظر گرفتید. با این قسمت میتونید تنظیم بکنید. تو قسمت URL فیلترینگ میتونید یه سری سایت ها رو بند بکنید، یه سری سایت ها رو نتونه اون کاربری که حالا مشخص کردید بهش وصل بشه. البته اینا همه در صورتی هستش که کاربرتون VPN استفاده نکنه. تو قسمت گیم اکسلریشن مود، تو اینجا میتونید یه سری بازی‌ها رو تو بازم همون قسمت QoS که گفتم اولویت بدید. بگید که اگر فلان دستگاه، مثلا این دستگاهی که من مشخص کردم رفت تو قسمت وصل شد به ایمپورت، حتما این بازی داره میکنه و بهش اولویت بده تو استفاده از اینترنت. اینجوریه که اگه چندین نفر به اینترنت وصل شده باشن و در حال استفاده باشن ازش، دوچار مشکل نمیشن. تو قسمت SMS ها شما میتونید SMS بفرستید و تو قسمت SMS هایی که حالا براتون هم میاد میتونید اینجا بخونید. رفرش داره، ستینگ داره اینجا. حالا میتونید اون اپراتوری که هستین اگه تنظیمات خاصی برای SMS داره اینجا مشخص بکنید. تو دلیوری ریپورتش هم اگه روشن بکنید، اگه دلیور بشه بهتون میگه که این دلیور شده یا نه. تو قسمت ترافیک استاتیکس شما میتونید میزان حجمی که حالا دانلود کردید، آپلود کردید، استفاده کردید اینجا
کلا به صورت ماهانه ببینید و میتونید پکیج ستینگ اینجا خودتون پکیج ایجاد بکنید که هر روز یا هر ماه چقدر میتونید دانلود بکنید که بهتون هشدار بده یا کلا بعدش نتو قطع بکنه. تو قسمت کانکشن مود میریم، تو اینجا رومینگ داره، رومینگ رو حتما روشن بکنید. بعضی از سیم کارت های TDLT مثل موبیلنت حتما رومینگشون و روشن باشه تا بتونن از دکلای همراه اول هم استفاده بکنن. تو قسمت نتورک سلکشن مود اینم بذارید روی 5G 4G 3G حتما روشن باشه که اگر حالا اون باند اونجا بودن ازش استفاده بکنید. اگر واقعا میدونید جایی هستید که اصلا مثلا 5G آنتن نمیده، خب بهتره بذاریش روی همین 4G 3G که الکی گیج نزنه و سریع وصل بشه. تو ایران هم فعلا فقط 5G NSA داریم، 5G SA هنوز به صورت رسمی اونقدر استفاده نمیشه. تو قسمت بند سلکشن که یکی از جاهای مهم این مودم هست و با شما با آنلاک کردن و اون یوزر پسورد ادمین با A بزرگی که بهتون گفتم و پسورد کانف با C بزرگ وارد این پنل میشدید، اینجا بخش مهمشه که شما میتونید روی یه دونه بند یا یه دونه سلول یا یه دونه دکل کامل قفل بکنید بعد از اینکه تست سرعت و اینا رو انجام دادید. اینجوری میشه که شما خیلی سرعت پایدارتری میتونید داشته باشید. تو قسمت APN شما اینجا میتونید APN تنظیم بکنید که چه کسی حالا به اون اینترنتی که حالا شما سیم کارتی که شما خریداری کردید مثلا موبیلنت ایرانسل، اینجا میتونید APNش رو تنظیم بکنید. یه مورد دیگه هم که اینجا هست، شما حتما اینو بذارید رو اوتو. میبینید الان 2 تا APN داره. بعضی اگه به عنوان تلفن اینترنتی ازش بخوان استفاده بکنن APN 2 هم روش ست میکنن. رو قسمت APN configuration شما اینو بذارید روی حالا تمام اینا شاتل و LT فورنت و همه همراه اول و اینا هست. روی ایرانسل بذارید. تو این قسمت IP ورژن 4 و ورژن 6 شما اگر دیدید که مشکل نت تایپ داره بازیتون اوپن نیست، میتونید یه بار ورژن 4 رو انتخاب بکنید، یه بار ورژن 6 رو، و اگه مشکل رفع نشد دوباره برگردونید روی جفتش با هم دیگه. میریم با هم دیگه قسمت بعدی وایت لیست داریم که حالا اینجا یه سری دکل رو میتونید بگید که فقط به اینا وصل بشه، یه سری اونا رو هم مثلا یه سری دکل رو هم بلک لیست بکنید که هیچ وقت بهشون وصل نشه و باندهای مختلف و کلا مثلا یه باندی هست یه دکلی هستش که همیشه سرعتش بده، اون رو بلک لیستش کنید. تو قسمت PLM اسکن شما اسکن که میکنید تمام دکل‌های دورتون رو بهتون نشون میده که مثلا رایتل ایرانسل همراه اول 4G یا 5G اینجا میتونید ببینیدشون که ببینید چه چیزایی هست. فون بوک هم که دفترچه مخاطبینشه. تو قسمت ادوانس ما چند تا حالت داریم. یه قسمت ساجست پوزیشن داریم. تو این قسمت میاد شما هر بار مودمتون رو یه جایی از خونتون قرار میدید، دکمه استارت دتکت رو میزنید و سیگنال های 4G 5G با هم دیگه اندازه‌گیری میکنه، نمودار میکشه و یه اسم براش میذارید. مثلا میگه گوشه سمت چپ هالمون، مثلا چنین چیزی مینویسید، بعد اینا رو آخر سر تو این لیست میاد با هم دیگه مقایسه میکنید. تو قسمت نایت مود شما میتونید تنظیم بکنید که این LED های روی این دستگاه مودمتون ساعت چند تا چند خاموش بشه یا روشن بشه، یا وای فایش ساعت چند خاموش بشه چه ساعت‌های روشن بشه. خیلی این قسمت دومیش مفیدتر هست. نتورک مش هم اگه شما چند تا مودم داشته باشید که مش رو ساپورت بکنه، میتونید یه شبکه توی کل واحداتون تشکیل بدید که وقتی که بینشون جابجا میشید وای فایتون قطع نشه، خود موبایلتون به صورت خودکار از این دستگاه به اون دستگاه وصل بشه بدون که اختلال زیادی به وجود بیاد. تو قسمت استاتیک روت شما لازم نیست از این قسمت استفاده بکنید، اصلا به درد کاربر خونگی و عادی نمیخوره. TR069 و اینا رو باید خاموش بکنید. اینا برای کساییه که مثلا سیم کارت اپراتور دو گذاشتن و میخواد خود اون اپراتور تنظیمات مودمش رو از راه دور تنظیم بکنه. اینجا قسمتیه که به اونا دسترسی میده. یا مثلا اگه شما یه مودم ایرانسل داشتی، سیم کارت DDLT ایرانسل مینداختی، تو اینجا میتونست دسترسی پیدا بکنه به مودم شما. TR369 هم همینطور، لازم نیست اصلا تو چیزی باشه، اینو پاک میتونید بکنید. تو قسمت اینجا یه سری تنظیمات اضافه است SSH. شما فقط زمانی به این دسترسی لازم میشه که پیدا بکنی موقعی که مثلا میخوای یه اسکریپت خودکار بنویسی که خودش هر بار بره اسکن بکنه و دکلای خوب رو انتخاب بکنه، یه تست سرعت هم بگیره و به اون بس بشه. این خیلی کار حرفه‌ای و سختیه، توصیه میشه اصلا ازش استفاده نکنید. تو قسمت فایروال سویچ حتما روشن باشه. اگر
روتری بعد از این دستگاه نیست. اگر روتری گذاشتید که اون کار فایروال انجام میده، شما اینجا اینو روشن بکنید یا برید مستقیم بریج مود رو روشن بکنید. مک فیلترینگ هم مثلا میتونید یه کاری بکنید که یه سری دستگاه بهش وصل نشه اگه مکشون رو اینجا وارد بکنید، یا برعکس تو قسمت وایت لیست انگار بذارید فقط اینا وصل بشن. آی پی فیلترینگ هم که دوباره همون یه سری آی پی ها رو میتونید فیلتر بکنید. پورت فورواردینگ به درد کسایی میخوره که میخوان نت تایپ بازیشون رو یا یه دوربین مداربسته‌ای که دارن پورتاشو باز بذارن همیشه و دیگه از مودم اجازه نگیره یا بلاک نشه. پورت مپینگ هم شبیه همونه. UPnP یا همون چیزی که حالا اختصارا هستش یونیورسال پلاگ اند پلی بهش میگن. شما تو اینجا اینو که روشن بکنید دیگه وقتی که بازیتون، دستگاهتون یا هر دیوایسی که دارید درخواست بده که یه پورتی رو برای من باز کن، من نیازش دارم، خود مودم براش همون لحظه باز میکنه. وقتی که کارش تموم شد دوباره میبندتش. DMZ تون رو روشن بکنید کل فایروالتون دوباره میاد پایین و همه پورتا باز میشه و خطرناکه، اینو دست نزنید. تو قسمت VPN شما میتونید دو نوع پروتکل PPTP و L2TP ست بکنید. تو اینجا حالا تنظیماتش رو وارد بکنید. ALG برای زمانی که شما تلفن اینترنتی دارید و مثلا صدا مشکل میخوره، اینو باید روشن بکنید، ولی قاعدتا همون موقع هم خیلی کار نمیکنه. تو قسمت آپگرید بهتر که دستگاهش نکنید چون ممکنه دوباره لاک بشه دستگاهتون. تو قسمت سیستم ما فکتوری ریست داریم که همه چیز برمیگرده حالت کارخونه. لاگین پسورد رو میتونید عوض کنید، پین کد برای سیم کارتتون بذارید، NTP اینو حتما بیارید بذارید توی تهران و بذارید یه بار آپدیت بشه. تو قسمت دیوایس اینفو تمام مشخصات دستگاهتون یعنی مودمتون رو میده و اینکه الان به چه سلول با دکلی وصل شده و چه قدرتی داره میگیره. SINR اینجا چون ما یه جای بتونی هستیم و خیلی سیگنال گرفتن سخته، الان 1 دسیبل با سیم کارت رایتلیک من گذاشتم. تو این قسمت هم شما میاد یه ABRB میکنید، زیاد چیز مهمی نیست. نتورک تولز شما میاد اینجا پینگ میگیرید، مثلا PS5 بهتون وصل کردید میبینید اونجا پینگ نمیگیره، دستگاه به اینترنت وصل نیست ولی مودمتون وصله. از این قسمت میتونید مطمئن بشید که مشکل واقعا از PS5 بتونه یا نه چیز دیگه یه پینگ میگیرید، مثلا با آدرسی که هست میبینید توی مودمتون پینگ میگیره، PS5 بتون نمیگیره. خب مشکل قطعا از PS5 بتون یا کامپیوترتون یا هر چیز دیگه. لاک ها رو میتونید اینجا داشته باشید که حالا زیاد به دردتون نمیخوره. تو قسمت کانفیگوریشن هم دوباره تمام تنظیماتی که اینجا ست کردید رو میتونید ازش یه بکاپ بگیرید. این مودم رو میتونید از اکتیو نت بگیرید، یه مودم خیلی خوش قیمت میان رده اما با مشخصات پرچم داره.